حسن نوزادیان هنرمند چند رشته‌ای و یکی از چهره‌های هنر معاصر با ترکیب طراحی صنعتی، معماری و تصویرگری جهانی را می‌آفریند که در آن مرز بین واقعیت و خیال به هم می‌پیچد. او از دوران کودکی شیفته فضا به هر دو معنای آن، یعنی محیط پیرامونی و کیهان بوده است و همین شیفتگی به مرور در آثار او تجلی یافته. علاقه نوزادیان به طراحی و خلق فضاهای جدید او را به هنرمندی چند وجهی تبدیل کرده که در زمینه‌های گوناگون از جمله انیمیشن، تصویرگری و کانسپت آرت فعالیت کرده است. سلام، من کسری علیها هستم و شما مخاطب گفتگو با حسن نوزادیان در پاریس هستید. او معتقد است که باورپذیر کردن یک جهان خیالی نیازمند آفرینش هویتی کامل برای محیط و حتی شخصیت‌های درون آن است. این جهان‌های خیالی در عین حال بازتابی از تجربیات زیسته او هستند. نوزادیان در سالهای اخیر به خلق مجموعه‌های هنری پرداخته که با مضامینی چون تغییر سکونتگاه، مهاجرت و مواجهه با فقدان مفاهیم عمیقی از زیستن را به تصویر می‌کشد. حسن نوزادیان هستم، متولد 1358، فارغ التحصیل ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران. خب من رشته طراحی صنعتی برام یه رشته چند بعدی بود. یعنی من شاید خودم به این دلیل که دوست داشتم توی زمینه‌های مختلفی کار کنم، نقاشی می‌کشیدم، تصویرسازی می‌کردم، حتی ماکت می‌ساختم. یه حالت چند بعدی داشتم، چند رشته‌ای، چیزی که بعدا اسمش میان رشته‌ای چند رشته‌ای شد. بنابراین سر از رشته طراحی صنعتی در آوردم در اون سالها و این باعث شد که یکی دو مسیر رو موازی من پیش برم. همیشه رشته طراحی صنعتی خودش به عنوان چیزی که با دیزاین در ارتباط بود، نقشه کشی، حل مسئله، یه مقدار موضوعات پیچیده و چند وجهی که ترکیبی از هنر بود و صنعت بود، معماری بود، درگیر بودن با فضا بود. از اون طرف به خاطر علاقه خودم از بچگی به نقاشی، طراحی، خب این همیشه وجود داشت. کار تصویرسازی می‌کردم، حالا خیلی دقیق به عنوان نقاشی نه، اما به عنوان یک کار حرفه‌ای تصویرسازی حتی من از همون سال 77 برای مشغول تصویرسازی بودم برای کتاب‌ها و مجله‌ها. کار دانشگاهی من پیش می‌بردم، از اون طریق پول در می‌آوردم، تصویرسازی و بعدها انیمیشن و خب این میان رشته‌ای بودن طراحی صنعتی همیشه بهم کمک کرد که حتی توی انیمیشن و سه‌بعدی سازی، چون بخشش به این تکنیک سه‌بعدی سازی مربوط بود و خب من اینا رو میدونستم از طراحی صنعتی. برای اینا رو هم دیگه تاثیر گذاشت و این مسیر رو حالا شروع کرد واسه من که یک وجهش وجه هنری و نقاشی و طراحی بود، یک وجهش وجه فنی و تکنیکی بود، مهندسی شاید بشه گفت، ذهنیت، دقت و دیزاین، و یک بخشش هم خلاقیت، این درگیر شدن به فیلدی، به حیطه‌ای که میشه توش یک چیزهایی رو خلق کرد که وجود نداره. این برای من خیلی این بستر شاید مشخصه. این در واقع نوسانی که بین، اگر یه طیف در نظر بگیریم و دو سرش یکی مهندسی و یکی هنر باشه، من فکر میکنم شما بین اینها در نوسانی، دقیقاً در گذر هستی از مهندسی به هنر و برعکس. دوست دارم بدونم این فرایند چطوری پیش میره؟ آیا مثلا شما طرحی رو از پیش در ذهن داری و دقیقاً مثل یک مهندس شروع میکنی به جلو رفتن، یا اینکه نه میری جلو و هر آنچه که شد؟
خب این برای خود منم جالبه، یعنی گاهی فکر میکنم بهش، گاهی هم فکر نمیکنم. ولی این مسیر خب شاید میتونم بگم از سالها پیش خیلی آگاهانه، یعنی خیلی بهش آگاه بودم، چون از وجه فنی و مهندسی می اومدم، در این حال که خب شخصا نقاشی میکشیدم، کار هنری، کار طراحی واسه خودم داشتم، ولی خب این ذهنیت آگاهانه دیزاین شاید غلبه داشت یه جاهایی، که فکر میکردم سوژه ها از پیش وجود داشت یا به یک چیزهایی، به هر حال به یک مفاهیمی ذهنم درگیر میشد و به هر حال بعدها سعی میکردم با ور رفتن به این یا با کار کردن روی اون سوژه به هر حال برسم به اون نتیجه که میخوام. شاید این پروسه یه مقدار پروسه آگاهانه تری بود، یعنی روش اشراف داشتم، میدونستم چه اتفاقی داره میفته یا میخوام به کجا برسم. خیلی اتفاق توش به اون معنی وجود نداشت، ولی فکر می‌کنم هرچی به این سمت اومدیم آره یه مقداری اتفاقهای لحظه‌ای یا ناآگاهانه بیشتر شده و حالا نوسانه هم هست. چون که هنوز گاهی وقتا یه سوژه هایی من کار میکنم، یعنی اتفاقها و این شکل سوار هست که میدونم شاید یک مفاهیم کانسپت هایی هست توی ذهنم، بعد سعی میکنم بهش برسم، اما این وسط اتفاقای ناآگاهانه هم هست. گاهی فضا میذارم واسه اتفاقهای ناخودآگاه. بنابراین این وجود داره و شاید هم حالا سعی دارم کم رنگ بشه، ولی با سعی نیست، با در حال پیش بیاد. این در واقع کاملا درونی داره این اتفاق میفته. آره. خیلی برای من سوال پیش میاد، یعنی خیلی میبینم این مورد رو که هنرمندان زیادی از یک چهارچوب خاص معمولا پیروی میکنن در حالا سالهای آغازین کار حرفه‌ای و هرچی انگار جلوتر میرن به سمت انتزاع میل پیدا میکنه کاراشون. این فکر میکنم در رابطه با شما هم صادقه، درسته؟ دوست دارم اینطوری باشه، یعنی نه اینکه حالا اسمش انتزاع باشه یا حالا هر چیزی، ولی خب اینی که احساس کنم راحت تر یا اصلا بی دغدغه تر، ناآگاهانه تر پیش میرم، شاید مطلوب تره و خب مسیره. یعنی آدم احساس میکنه یه جایی میخواد آگاه نباشه که دیگه دقیقا دارم چه کار میکنم. همه چیزایی که باید ببینی یا یاد بگیری، دیده باشی، جمع کرده باشی، توی ذهن هست و میخوای از یه جایی بعد اینا خودشون اتفاق بیفته و تو دیگه مانعی نباشی، آگاهیت مانعی نباشه برای این که تو تصمیم بگیری چه طرحی رو بکشی، چه ایده اتفاق بیفته. خود این ایده ها، خود این ایماژ ها راه پیدا کنن بیان بیرون و حالا اگه انتزاعی میاد بیرون انتزاعی باشه، شاید هم نه، الزام نداره حالا فرم ظاهری چه شکلی باشه، ولی فکر میکنم که غایتش این است که دوست داریم ما مانع نباشیم و ایده ها، ایماژ ها از ما جاری بشن بیان بیرون. من حسن نوزادیان رو همیشه آرتیست چند وجهی میدونم، دقیقا هم به خاطر اون پیشینه‌ای که شما خودت گفتی در واقع از مهندسی، طراحی، نقاشی و یک چیز دیگه هم که برام این روزها به طور خاص میتونم بگم مثلا در 2-3 سال اخیر خیلی برای من قابل دیدن هست، اون اتفاقاتیه که شما از در واقع از اجتماع پیرامون خودت تأثیر میگیری و یه آثار دیگه داری خلق میکنی که اصلا گذری داره به گرافیک، به مثلا طراحی پوستر حتی میتونم بگم گاهی شبیه میشه و این چند وجهی بودنه رو شما چطوری منیج میکنی به اصطلاح؟ من به هر حال این کلمه چند وجهی و میان رشته‌ای یا بین رشته‌ای فکر کنم چندین بار تکرار خواهد شد توی این صحبتمون. دقیقاً درست گفتیم، اون کارهای حتی گرافیکی یا انیمیشن، تصویرسازی، اینا که داره هم موازی اتفاق افتاده برای من، یعنی این حالت میان رشته‌ایه. خیلی مانع نشدم که چه اتفاقی رو انجام ندم، چه کاری رو انجام ندم، مانع نشدم، همیشه اگه پیش اومده انجام دادم و خب توانمندیش هم بوده، شاید به خاطر همون رشته طراحی صنعتی. و حالا باز اشاره میکنم به رشته طراحی صنعتی، نه که همه چیز از اونجا شروع شده باشه، اون خودش نتیجه احوالاتی بوده که طبیعتا یک نفر بر مثلا بک‌گراند خودش داشته، اون پتانسیل ها رو بعد در یک قالبی، در یک رشته اینا حالا جمع شده و
به هر حال ابزار و امکانی بهت داده که بعدها بتونی از پس خیلی کارهای مختلف بر بیای. کما اینکه اون به هر حال ذهنیت زیباشناسی، ذهنیت فنی باعث میشه که خب من تونستم کار پوستر هم انجام بدم اگه نیاز شده، یا کار دیزاین گرافیکی هم انجام بدم. به هر حال تن نمیزنه به تصویرسازی، به طراحی، اینا جاهای مشابه هست. ذهنیت به هر حال سه‌بعدی و خلق جهان و خلق فضا خب طبیعتاً چیزی است که توی انیمیشن هم اتفاق میفته. میخوام بگم اینا با همدیگه هم پوشانی پیدا کرده، یه جاهایی به همدیگه کمک کرده. کما اینکه توی کارهای والا نقاشی یا تصویرسازی های من مشخصه که این ذهنیت از کجا میاد، یعنی احتمال سر نخش جاهای دیگه هم دیده شده. حتی من کار کتاب مصور انجام دادم، گرافیک ناول. نمیشه بگم یه فقط ولعی بوده که بخوام تست کنم هر جایی یه کاری هست و برم انجام بدم و ببینم چی میشه. نه، این ولع به این معنی نبوده، ولی خب جوشیده و پیش اومده، دیدم، دوست دارم و خوشبختانه تقریبا هیچ کدوم هم کارهایی نبوده که حالت سفارشی داشته باشه. این من از چیز بودی که خودم پی گرفتم، جوشیده و یه جایی امکانش ایجاد شده انجام دادم. بنابراین آره اتفاق افتاده، پوستر، گرافیک، کتاب مصور حتی. و این ایده ها من خودم بعدها میتونم بعضی وقتا توی کارهایی که اگه اسمش رو بذاری نقاشی یا یه نمیدونم حالا دقیقاً تصویرسازی، خب مشخصه که ایده فضا هست، ایده معماری هست، ایده یه روایت بصری هست توی اینها. شاید بعضی وقتا خودم فکر میکنم بهش که داره. در واقع برای منی که خب مثلا خیلی وقتا از خیابون انقلاب رد میشدم، خیلی این ساختمونا خیلی آشناست برای من. حس میکنم خیلیشون مثلا واقعا طراحی کرده، دارم میبینمش، توی زندگی میکنه و حالا میبینم که نقاشی باله داره، خیلی اینا جذابه. و الان برام چیزی که مطرح شده اینه که انگار مثلا یک سری ریشه است و شما داری اونا رو در واقع وجود داره و اونها بازنمایی میشه داخل آثار. حالا سوال دیگه که برام پیش میاد اینه که وقتی فاکتور مهاجرت رو به اینا اضافه می‌کنی، این ریشه کجاست؟ یعنی میخوام بدونم شمایی که تجربه در زیست هنرمندانه در میهن و سپس مهاجرت به خارج از اون رو داری، چه تفاوت‌هایی اینجا میکنه و این شما فکر می‌کنم یادم هست که خیلی وصلی به همه چیز. این وصل بودن الان کجاست؟ چی میشه براش؟ جالبه این که شما میگی وصلم به همه چیز. نمیدونم، خودم دوست دارم بشنوم ببینم معنیش چی هست واقعا، یا تو کجا میشه این جمله رو ادامه داد. به همه چی وصلم شاید چیز عبارت جالبی بود. باز همین مفهوم بینارشته‌ای بودن یا چند وجهی بودن ممکنه تو این جمله هم خودشو نشون میده. وصل بودن به چیزهای مختلف، درست، یا حالا همه چی، نمیدونم همه چیز تا چه حد، ولی خب آره طبیعتا به چیزهای مختلف که گاهی هم سخته. یعنی احساس میکنی که نباید اینقدر ایده ها یا ایماژ ها یا سوژه های مختلف توی ذهنت باشه و بهشون فکر کنی، ولی از ما رو میگی که خب نمیشه زیاد هم آگاهانه مانع شد. من از اینکه مانع بشن شاید بیشترین فکرم گاهی وقتا اینه که، یا چالشم اینه که تا چه حد میتونم مانع چه فکرهای خودم بشم، یعنی سعیم برای اینه که مانع نشم. دیدم اینه. خب اگه ایده‌ای دارم برای مثلا یک حتی ویدئو، میمونه با من تا اینکه این ویدئو رو بسازم. خب به هر حال پتانسیلش رو دارم، امکانش رو دارم، میتونم بسازم. البته به این فکر میکنم که دقیقاً از چه دیدگاهی دارم بهش نگاه میکنم یا چه وجهی داره در اکنون من. خیلی وقتا خیلی سوژه ها میاد و مدت ها میمونه و بعدش هم وقتش از بین میره یا به دلیل دغدغه از بین میره و تو نه اینا رو دیگه نقاشی میکنی، نه میکشی، نه ممکنه کاری براش انجام بدی، نه ویدئویی بسازی، نه هیچ چیز. تمام میشین رو احساس میکنی دیگه اون لحظه وجود نداره. اما اگه بمونه و احساس کنی که هنوز درگیرش هستی، خب به هر حال خودش رو یه جایی بروز میده. من فقط سعی میکنم که ببینم کجا میتونم این بروز بدم و مانعش نشم.
در واقع اون زایش ایده رو شما همواره سعی میکنی که رخ بدی، این صرفا یک آبستنی نمونه که بمونه و تموم نشه. از این طرف عقیم نمونی، از اون طرف اون آبستنی هدر نره، زایل نشه. حالا من حواسم به سوالت هست که در مورد اون خونه های خیابون انقلاب یا تهران، که البته صرفا تهران نیست، جای مختلف بوده، شیراز بوده، شهر خود من، اصفهان و جاهای دیگه، ولی خب بیشتر اینها شیراز، اصفهان، تهران. شاید معماری که در یه دوران خاصی بیشتر نظر منو گرفته، باز این هم یک چیز ظاهری نیست، احتمالاً ریشه توی کودکی داره، ریشه توی خاطره ها داره، همین ریشه هایی که الان صحبتش هست، میگیم ریشه هست و شاخه هست و وصلیم. شاید خود اینا یه جستجویی برای من بوده، یا حتی شاید یه تقلایی بوده که وصل نباشن، یعنی در این حال که ظاهرا اسمش ریشه است یا شاخه است، ولی دروناً چالش خودم این بوده که با یه چیزای وصل نباشم، اما خب هنوز این ریشه پا در هوا هست. شاید یه جاهای خواستم وصلی باشم به یه چیزایی، نشده، بنابراین اون شاخه هنوز دستش توی هوا مونده. امکان حتما این نیست که کنده شده باشم. یه جاهایی هم خودم سعی کردم که وصل نباشم، ولی خب هزارش هست. در هر دو صورت آدم چالش داره دیگه، 100% نیست. یه جایی میخوای یک چیزایی وصل باشی ممکن نیست، یک موقعی هم برعکسش میخوای وصل نباشی و باز ممکن نیست. و این پا در هوا بودن و یکی معلق بودن خودشون نشون میده. و خود ساختمون ها و این معماری که اشاره کردی، خب برمیگره به شاید به زندگی من و به تغییرات زندگی من، حالا چه از بعد شخصی و خصوصی و چه از بعد دانشگاهی یا حالا هنری، و این جابجا شدن بین شهرهای مختلف. کما که من بزرگ شده شیراز هستم، متولد شیراز هستم و تهران اومدم برای درس خوندم و این فضاها عوض میشه و به هر حال همیشه آدم بصری بودم و متوجه بودم به فضای پیرامونی، معماری پیرامونی. حالا ممکنه اوایل با دقت علمی یا هنری نه، ولی به هر حال اونا شکل گرفت در دانشگاه، دقیق تر شد و فضا، معماری، خونه ها، محله ها که عوض شد و دوباره اینها چند بار اتفاق افتاد. تغییر سکونتگاه، تغییر منزل در خود تهران، در خود شیراز، حتی تغییر سکونتگاه یا همون خانه توسط خانواده، تغییراتی در خانواده خود من اتفاق افتاد، جابجایی منزل، بارها بچگی، حتی ساخت خونه، چیزی که برای شاید ما ایرانی‌ها خیلی عادیه که معمولا پدران در یک سالهای بلند شدن یک طبقه اضافه کردن به خونه، یک زمینی رو بسازیم، نمیدونم حالا یا خونه قبلی رو فروختن زمین رو میخوان بسازن، یا خونه برقرار هست میخوان چیزی بهش اضافه کنن و اینا برای یه تغییر و تحول ایجاد میکنه، یه تأثیری میذاره. و این خاطره خونه های در حال ساخت یا خونه های در حال تغییر یا جابجایی از خونه های مختلف، از خانه‌ای به خانه دیگر، چه همراه با خانواده، چه خود من به تنهایی تو دوره تحصیل، دوره زندگی خودم، بعدن مهاجرت، تغییر این سکونتگاه ها. بنابراین اینا سمبل میشه، یعنی میخوام بگم نه تنها در خیابان انقلاب یا تهران یا شیراز، ولی انگار خود این خونه های به نوعی نه سمبل جایی که من درش زندگی کردم، بلکه خودشون سمبل خود من هستن، یعنی سمبل انسان، نه اینکه صرفاً به عنوان یک محل‌های فیزیکی که من انسان درش زندگی کردم. واسه همینه که اینا دست و پا دارن، یه جاهایی ببینیم که باله دارن مثل ماهی‌ها، یا مثل شاید ماهی‌های زیر آب، یا بعضی از پرنده‌ها، حالا تو بعضی از سرهای دیگه اون شاخه‌ها به نظر میاد زیر آبن یا توی فضا معلقن، دارن به یه سمتی میرن یا دست و پا میزنن، یا اگه زیر آبن شنا میکنن. و شاید هم این یه مقدار به خاطر همین مسیر اجتماعی
ما هم بوده، یا حالا چه به لحاظ فردی چه به لحاظ جمعی، که ما در همین سالها انگار که سعی کردیم شنا کنیم توی این وضعیت. چقدر جالب. من این در واقع تعلیقی که در آثار هست، حالا چه زمانی که داره یک جسم صلبی رو مثل معماری خیلی بزرگ نشون میده، چه زمانی که یک مقدار انگار اشلش تغییر میکنه و یک مجسمه، یک تندیسی رو داره نشون میده، همشون معلقن و دوباره همه چیز یک تعلیقی داره و خیلی برای من جالبه که این کلید واژه معلق بودن اصلا انگار امضای کارهای شماست. و الان این تجربه زیسته نقشش داره برای من مشخص‌تر میشه که این در واقع جابجایی چه تأثیر جالبی گذاشته در آثار و چگونه نمادینه و شما میتونی تفسیرش بکنی به صورت شخصی برای خودت. خیلی نکته جالبیه. و من دوست دارم بپرسم که در واقع این فکر میکنید آیا این قرار هست روزی بنشینه جایی؟ آیا قرار هست که این تعلیقه یک روزی این سکونتگاه معلق یک پارادوکس جالبی داره، هم قراره ساکن باشه ولی در این حال روی زمین هم نیست؟ این قرار هست آیا اصلا روزی بنشینه جایی؟ فکر می‌کنید اصلا چنین ویژنی هست برای شما؟ من خیلی حقیقتش اصلا شاید شخصا هم توی زندگی حالا هم فردیم خیلی غایتگرا نبودم، به اون انتها فکر نکردم و نمی‌کنم. حالا خوبه یا بده نمیدونم، ولی این در جواب این که اینا میشینه جایی یا حالا ادامه میده، اساسا خیلی ما اون انتها فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که کاری که میشه رو واسه انجام داد، کاری که میتونیم واسه انجام بدیم، تو اون لحظه‌ای که هستیم با ببینیم که چه اتفاقی میفته، چه چیزی داره بر ما حادث میشه و ما چیکار میتونیم در برابرش بکنیم، حالا چه به لحاظ حسی، احساسی، چه به لحاظ عملی. بنابراین حالا در مورد طراحی اون بالا سوژه‌ای هم که این تو هست، به بعدش به انتهاش فکر می‌کنم واقعا اینا به چه سمتی میره. حتی خود من الان که صحبت میکنم گاهی احساس میکنم حتی اینها مربوط به گذشته است، یعنی به هر حال این کارها و این نقاشی‌ها کارهای جدید من نیستن، حالا خوشبختانه یا متاسفانه، چون به هر حال فرصت لازم هست، یعنی اینجوری نیست که بشه نشست و دائم، یا لااقل اواخر یه مقدار کمتر این فرصت داشتم شاید به خاطر همین مهاجرت یا جابجایی، ولی به هر حال باید کمی درنگ کرد تا دید که الان داره چه اتفاقی میفته. الان مجموعه احساس‌ها و اون تنش‌ها، اون تجربه‌های حالا خوشایند یا ناخوشایندی که به هر حال داره از سر من یا افرادی مثل من میگذره توی این وضعیت جدید چجوری و خودش رو چجوری نشون میده. و همین دلیل گاهی احساس می‌کنم اساساً خود این کارام طبق معمول کاری که انجام شده و دیگه حتی مد نظر الان من نیست، ولی طبیعتاً روحیه‌اش با من هست. یعنی طبیعتاً این فضا احتمال زیاد همچنان در همچین جهان فکری پیش میرم، اما اینکه انتهاش واقعا چه شکلی میشه یا جایی این حالت معلق بودن اتفاق اون دیگه حذف میشه، نمیدونم. خود طبیعتاً برمیگره به زندگی خود آدم، مثلا احساس کنه که یه موقعی انعکاس درونه، این درونیت هرچی باشه احتمال خودشون نشون میده و یه مقدارم خطرناکه، چون الان که حرف میزنیم دیده میشه شاید معمولا آدم دوست داره نگه اینها رو و قایم بشه پشت کارش و اینا، فقط نمیشه کار آدم یک چیز جزایی باشه برای کف زدن از طرف مخاطب. اما وقتی میای صحبت میکنی در موردش و میگی که به هر حال اینا نشونه شاید تنش‌های من بوده، نشونه حتی تجربه‌های ناخوشایند من بوده و حالا به قول خودت تعلیق، حرکت، پابند نبودن به جایی یا اصلا آرامش، شاید نداشتن آرامش، شاید اینا درش هست، نداشتن سکون، این تعلیق به هر حال اینا درش هست. خب اینا ممکن چیزا خیلی جالبی نباشه که یه نفر دوست داشته باشه لو بره ازش، ولی خب به هر حال الان داریم فعلا صحبت میکنیم. تجربه زیستن نوزادیان در شهرهای گوناگون و جابجایی‌های مدام او چه در دوران کودکی و چه در دوران بزرگسالی و مهاجرت نقشی مهم در شکل‌گیری دیدگاه‌ها و آثار هنری او داشته است.
او به طور مستمر با مفهوم ریشه دواندن و ریشه کن شدن به ویژه در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم کرده. زیستن در شرایطی که بین برساختن و فروپاشی در نوسان است، بخشی از تجربه روزمره او به عنوان یک هنرمند است و این تجربیات در آثار او به خوبی دیده می‌شوند. برای خود من خواستگاه این که این طرح‌ها یا این نقاشی‌ها از کجا اومده، البته خب برای من که سوال نداره، طبیعتاً روشنه. یعنی شاید اصلا برعکس بوده، یه روزی به هر حال بلند شدم و گفتم اینا رو من باید کار کنم. باز همون ماجرایی که مانع نشدن یا از بیرون شاید اینجوری دیده میشد که یا بعضی از دوستان نزدیک من از بیرون اینجوری میدیدن منو که آقا تو چرا به هر حال سال هاست که کارهای مختلفی داری میکنی و ما میبینی تصویرسازی میکنی، انیمیشن برای فیلد انیمیشن دست داشتی، تجربه داشتی، طراحی میکنی یا به هر حال کارهای اینچنینی، ولی چرا اون ایده های خاص خودتو که گاهی ازش حرف میزنی نمیشینی انجام بدی؟ و این شد که من متمرکز شدم و به هر حال در یک زمانی گفتم باید بشینم و حالا دیگه منهای ویدئو، منهای مدیوم های دیگر، فقط با طرح و با رنگ، با حالا صفحه بوم یا مقوا طرف داشتم و چیزی که تو ذهنم هست تو کار کنم و خب طبیعتا هیچ کدوم من غیر از این چیزی، غیر از اون چیزی که هستیم نیستیم، برآیند خودمونیم. و به نظر من این فشارها یا تنشها ناشی از جابجایی ها، ناشی از تغییر سکونتگاه ها، تغییر زیست، تغییر نوع زیستن میشه گفت، تغییر نوع زیستن، اینی که به هر حال تنها زندگی میکنی در یک مقطعی یا در یک مقطعی تنها زندگی نمیکنی و خانه یک مفهومه به هر حال، یعنی خانه و یک فضای فیزیکی که تو رو در بر گرفته برای من صرفا یک فضا، یک ظرف نبود، انگار اینا بازتاب خود من بود، بازتاب خاطرات من، بازتاب بچگی من، بازتاب اصلا زیست من با همه تنش ها و خوشی ها و ناخوشی ها و حتی همون اکنونی که درش واقع بودم و مشغول به این کار بودم. و به همین دلیل خیلی از این طرح‌ها یا ساختمان‌هایی که توی تصویرها دیده میشن، اینا البته همه واقعی، یعنی من وجود دارن، اکثرا در تهران، شیراز ساختمان‌های واقعی هست که به هر حال یا من توی اون محل زندگی کردم یا نزدیک اون ساختمون بودم یا به هر حال توی مسیر روزمره‌ام دائم می‌دیدم و مثل این میمونه که به هر حال ساختمان و معماری، این جسم صلب، این کالبد صلب برای من یه چیز مرده و بی تحرک نبود. همین دلیل که این تحرکه در اینها دیده میشه، نگاه که اینا زنده هستند و زنده بودن و زندن و صحبت میکنن. اون خونه‌ای که درش بودم، محله‌ای که هست، کالبد شهر و معماری که میبینی، خیابون، حالا خوشایند و ناخوشایند، حتی میتونم بگم خیلی زجر زیادی بردم در تهران از راه رفتن و دیدن فضای شهری، اما خب همین آزار رو نمیتونستم کتمان کنم، بالاخره باید یه جای خودشو نشون میداده. همونطور که احتمالاً چیزهای خوشایند، اون تاثیرات خوشایند فضا یه جاهایی خودشو نشون داده. البته به نظر میاد کارهای من از اونجایی که همچنان سیاه و سفید باقی مونده و بعضیا میپرسن که چرا اینا سیاه و سفیده، مقداری تیره و تاره. خب طبیعتا اون احوالات و اون آشوب، مقدار اکسپرسیونیسمی که به هر حال شاید درش دیده بشه یه جاهایی، یا ذهنیت سورئالی که اون مالی خولیایی که همیشه در اون زیست شهری با من بوده، خب اینا هنوز وجود داره و بنابراین اینها به عنوان موجود مرده نبودن و انعکاسی از خود من، خاطرات خود من، روحیات خود من، لحظه های خود من بوده. حتی علاقمندی هم جالبه، در یک نمایشگاه، در یک برگزاری نمایشگاه کوچیکی که داشتم در همین پاریس،
دوستی که اومده بود بازدید کنه فرانسوی هم بود، به طرز خیلی عجیبی گفت که من این کارهای تو رو میبینم و حالا بعضی هاشو به یاد جنگ ستارگان میفتم. و جالبه که اون فضا، اون تخیل، اون نگاهی که برای من خیلی آشناس و خیلی قدیمی و نزدیک بوده به من، چون درش دیزاین بوده. اون فیلم رو من دوست داشتم سالها از بچگی، الهام بخش من بوده. ترکیبی از دیزاین، چیزهای خیلی محیرالعقول، خیلی خارق العاده، خلاقیت‌های عجیب و غریب، فضاهای عجیب و غریب و مهمتر از همه فضا سپیس و این معلق بودن، سفینه وار بودن که شاید توی اینها دیده میشه و معلق. این ترکیب هایی که همه انگار جمع شده توی یه همچین طرحهایی. و این دوستی که غریبه بود و فرانسوی بود و اومد و یه لحظه بود من توی نقاشی های تو انگار رد پای جنگ ستارگان رو می‌بینم، این خیلی جالب بود برای من که به هر حال در این هدیه‌ها در یک نمایشگاه یک مخاطب میتونه رسوخ کنه به عمق خاطرات. خیلی جالبه. این در واقع تأثیر تجربه زیسته هنرمند خیلی وقتا یه همپوشانی داره با تجربه زیسته مخاطب و این جرقه خیلی وقتا دقیقا یه چنین چیزای جالبی رو در واقع یه دفعه نشون میده. مثلا من به شخصه یاد همیشه اون کاری که میبینم یاد مثلا معماری دهه 40 مثلا پهلوی 2 و خیلی با اون سبک دوست دارم و همش میگم مثلا خیابون انقلاب هی به ذهنم میرسه. ولی الان که دارید میگید مثلا بله خیلی اصلا دیدم عوض شد، مثلا با این مایندست دیگه انگار میتونم به دست نگاه. اصلا مسئله این نیست که بگم کار من اینقدر عمیق هست یا اینقدر پررنگ و مهم یا پرابهت هست که انواع خوانش میشه. مسئله اینه که خود خوانش وجود داره، چون چیزی غیر از خوانش وجود نداره. همه ماجرا خوانش هست. یعنی مخاطب یا کسی که میبینه طبیعتاً یک خوانش اتفاق میفته. حتی چیزی که من الان دارم میگم طبیعتاً باز همه چیز نیست، طبیعتاً یه تیکه پاره است، یه جور پازلی که من دارم با کلمات حالا زبان فارسی شکل میدم و تعریف میکنم که چه کار کردم و قطعاً سوراخ داره. پس باز من دارم خوانش انجام میدم از خودم و از اتفاقی که افتاده در سالهای گذشته و میتونم بگم که اینها باز به هر حال واقعیت نیست، چون چیزی به اسم واقعیت وجود نداره، فقط روایت ها وجود دارن. پس بنابراین من دارم یک روایت میدم از خودم، هم احتمالاً به شکل پر و خالی و حالا این یه جاهایش دیده میشه. من در موردش صحبت کنم یا نکنم، مخاطب احتمالاً تا یه جاهایی رو یا حالا حدس میزنه یا میسازه تو ذهنش. بالاخره این اتفاقه در لحظه مخاطب هست که شکل میگیره، با حضور مخاطب هست که شکل میگیره. یعنی از خیابان انقلاب، از خانه وارتان تا جنگ ستارگان خیلی راهه، ولی ممکن میشه به خاطر همین امکان خوانش. الان بحث از خوانش اثر شد و بحث مخاطب. من خیلی دوست دارم گذری به تجربیات نمایشگاهی بزنیم. چیزی که من خیلی برام جالبه توجه توی آثار اینه که از یه سری کارهایی که کاملا فرمالیستی هستن حتی تا یه حدی مثلا انتزاع‌انگار درش تزریق میشه و یه مقدار عجایب نگارانه میشه، یه مقدار گروتسک یک سری از کارها. اون زمانی که قرار هست برای یک نمایشگاه آثار رو بهگزین کنید، دوست دارم از اون فرآیند مقدار بدونیم چه اتفاقی میفته. شما مثلا یک داستانی روایت میکنید یا صرفا آثاری هستن که به عهده مخاطبه که هر آنچه که دوست داره، هر جرقه‌ای، هر همپوشانی رو که دوست داره برای خودش خوانش کنه؟ من فکر می‌کنم با همه این صحبت‌هایی که کردیم به هر حال روایت هست توی نه توی کار من. خودم من به نظر میاد که آدمی ام که حالا خوشایند یا ناخوشایند روایت بکنم. همین که میگیم از وارتان تا جنگ ستارگان و این وسط میبافیم و حرف میزنیم، خودش نشون میده که برای خود من مهم بوده یا پررنگ بوده فکر کردن به یک چیزهای یا لااقل امکان دادن به یک ایده ها و ایماژ هایی که اینا بیاد و خودشونو از من عبور بدن و روی کاغذ بیان و از اونجایی که به هر حال کار به شکل خیلی فیگوراتیو و خیلی آشنا خودشون نشون بده. هر کار من کار ابستره نیستن، لااقل این بخش از این مدل کارها تا به اکنون و حالت تصویرسازی درش هست. این حالت بازنمایانه یه مقدار سینمایی
یا به قول این دوستمون البته علمی تخیلی اشاره به اون جنگ ستارگان کرده بود، یا فضاهای این چنین درش هست، معلق بودن سفینگون در این فضاها هست. پس بنابراین ابستر نیست، قرار نیست همه چیزو بذاره به عهده مخاطب، داره حرف میزنه، شاید هم که زیادی حرف میزنه حتی. پس بنابراین درش روایت هست، درش قصه گویی هست. احتمالاً به این دلیل هست که من با انیمیشن هم ارتباط دارم، با ویدیو هم ارتباط دارم و برام هنوز دغدغه است. یعنی احتمالاً دنبال این هستم که یعنی تصاویر رو از قید و بند دو بعدی کاغذ آزاد کنم. چون به نظر من انعکاس دادن یک فرم سه بعدی، یک فضای سه بعدی به این شکل در دو بعد به نوعی کمی کم لطفیه نسبت به اون اتفاق. مدیوم اون طرح شاید تو ذهن من این است که یک روزی ویدیوهام یا شاید یک فیلم بسازم، یک ویدیو بسازم، یک اثر تصویر متحرک بسازم که اینها آزادانه تر، این مدیوم خیلی درستری باشه، مدیوم خیلی بجاتری باشه برای بروز این ایده ها، تا اینکه اینها به عنوان فقط یک تصویر دو بعدی، یک شات، یک قالب مثل عکس فیکس شدن در یک کاغذ دو بعدی، در صورتی که به نظر میاد اینا لحظه های یک اتفاق سه بعدی یا یک لحظه از یک فیلم هم. بنابراین منظور بودن روایت هست. پس روایت وجود داره و دارن حرف میزنن و بنابراین شاید من باید سعی کنم یا برام مهمه که چیکار کنم که اینها قید و بندشون کمتر بشه و بتونن آزادانه تر حرف بزنن. شاید توی تجربه اخیری که در لیون داشتی، فکر کنم یک نمایشگاهی به تازگی در واقع گفتگویی که ما که هست، مثلا 1 ماه پیش یک نمایشگاهی بود. من دوستم در اون رابطه هم برامون صحبت کنیم. نمایشگاه سالانه لیون آرت پیپر هست که اساساً تعریفش اینه که آثاری که بر کاغذ اجرا شده، کاغذ مقوا، به اسمش آرت پیپر هست، لیون آرت پیپر، در لیون برگزار میشه هر ساله و خیلی باسابقه است. اساساً در فرانسه هم خیلی معتبر هست، از شهرهای دیگه از جمله پاریس شرکت میکنن به خاطر اعتبار یا اون انعکاسی که داره و اساساً نوع نگاه دقیق، جوری دقیق حرفه‌ای که هم گزینش میکنن کار رو، هم محل برگزاری که کارا به نمایش در میاد و به هر حال یه مجموعه میشه گفت قابل قبولی هست، یک پلتفرم خوبی هست که نهایتاً در کاتالوگی هم که آثار رو هر سال چاپ میکنن میشه دید یک رنج و یک طیف از آثار، یا با تکنیک های مختلف، با روحی های مختلف، اما بیشتر معاصر، با نگاه معاصر و با اجرای روی کاغذ و مقوا، یعنی بوم در کار نیست. و خب این برای من که در بعد مهاجرت سال سوم هست الان من اینجا شرکت میکنم، سال اول بلافاصله که وارد فرانسه شدم در لیون شرکت کردم و این سال سوم خب یک محل خوبی شد برای دیده شدن یا نقطه شروعی بود برای که بدونم پله بعدی رو کجا برم. مخاطب میاد، مخصوصا مخاطب بسیار مفصل میاد. فکر میکنم ما روزانه آماری رو که دادن در همین مجموعه انجمنی که برگزار میکنین نمایشگاه رو، نزدیک به 1000 نفر حتی بازدید در روز، در یک روز داشتیم. در 4-5 روزی که هر سال 700 نفر روزی 700 نفر حتی، چون آمار رو دارن. بنابراین برای من تعامل خیلی خوبی شد با مخاطب و با یعنی با روحیه لا فرانسوی یا اصلا دوستان دیگه لا غیر فرانسوی و مخاطب مفصل و متنوعی که میبینن کار رو. و نکته جالب این که باید حضور داشته باشی در کنار کارها، تقریبا در تمام اون روزها، و هستی کنار کارها. بقیه آثارت هم اونجا میتونه وجود داشته باشه در پوشه یا پورتفولیویی که همراه داری و مخاطب صحبت میکنه. و برای من جالب بود که مخاطب بسیار وقت میذاره و از جزئیات خیلی زیادی سوال میکنه و بنابراین باعث اتفاق بعدی برای من شد و میتونم بگم که
خودش نقطه خوبی بود برای اینکه من بتونم کمی آب دیده بشم لااقل در. این روزها روی چه مجموعه کار میکنید؟ پروژه در دستتون چیه؟ این روزها حقیقتش گفتم دارم یه مقداری سعی میکنم با تأمل، با یه درنگ پیش برم تا ببینم چطور همین مجموعه کارها، این ایده ها و این ایماژ ها رو در یک مدیوم آزادانه تری بتونم ارائه بدم. چون بالاخره میدونم که علاقه من به تصویر متحرک و ویدیو و جذابیت تصویر زمانمند وجود داره. بنابراین فکر میکنم که حالت سینمایی یا ویدئویی اتفاق بیفته. امیدوارم، مطمئن نیستم، ولی خب باید کار کرد. اتفاق خیلی جذابی میفته، چون فکر میکنم حالا همین روز همیشه با هوش مصنوعی رفت جلو و همیشه کلا با دیجیتالایز کردن آثار خیلی اتفاقات مهیجی میفته و خیلی وقتا حتی دیگه انگار هوش مصنوعی فراتر از اون چیزی میره که حتی ما فکرش رو میکردیم. فکر میکنید مثلا تجربی از این دست هم جالب باشه برای کاراتون؟ اصلا بهش فکر کنید که مثلا بره به سراغ NFT، نمیدونم، مثلا حتی به واقعیت افزوده؟ خیلی اتفاقات جالب میتونه بیفته این روزها. اتفاق پیش اومده در مورد NFT. ولی من مطالعه کردم، هم واردم، هم دوستایی بودن که صحبت کردیم که آیا کارا تبدیل بشه به NFT. نه، حالا در اتفاق نیفتاده. خیلی هم من زیاد با عجله پیش نمیاد تو این چیزا. ولی هوش مصنوعی رو امتحان کردم، کار میکنم باهاش خیلی مفصل. در حال همون ماجرای چند رشته‌ای بودن و چند وجهی بودن من طبیعتا اینجا هم دست از سر سوژه بر نمیداره و دست از سر خودم بر نمیداره. بنابراین جذابیتش هم به عنوان کسی که انیمیشن کار کرده، ویدیو کار کرده، تصویرسازی میکنه، گرافیک کار کردم و نقاشی و هم انیمیشن، هوش مصنوعی طبیعتا یک کسی مثل من باید تست کنه و ببینم که این چه قابلیت جدیدی به هم میده. و خیلی هم کار کردم، خیلی هم خروجیات خیلی خوبی داده به هم، کاملا لذت بردم شخصا. اما نتیجه گیری اینه که طبیعتا این یه ابزاره، یعنی آرتیست هست که باید بیاد اینو شکل بده و کنترل کنه. البته این تا اکنون، ما که فردا چه اتفاقی بیفته یا چقدر گسترده بشه نمیتونم چیز قطعی بگم، اما میدونم که یه ابزار خیلی قویه و لذت بردم و یه جاهای خیلی بهم کمک کرده. اما باز اولویت فعلا با آرتیسته که این ابزار رو چجوری استفاده کنه. خب بحث هوش مصنوعی شد، این که در واقع به عنوان یک ابزار دارید ازش استفاده میکنید. من خیلی دوست دارم بپرسم با در واقع کدام هوش مصنوعی، اسمش اگر بتونید بهمون بگین خیلی جذاب میشه این روزا، چون قشنگ ترند همه دانشجو هست. 100% بیشک. من عقیده‌ام اینه که به هر حال آرتیست کسی که داره با مدیاهای مختلف کار میکنه و بین‌رشته‌ای کار میکنه طبیعتا باید با اتفاقای روز واقعا آشنا باشه، بدونه که داره چه اتفاقی میفته، این مرز داره تا کجا پیش میره. بنابراین تست کردم، امتحان کردم. خب الان اسمای مختلفی میشه گفت، ولی همچنان سردمدارانش اسمهایی مثل میدجرنی، هوش مصنوعی میدجرنی، دل-ای که خب یه بازی کرده با طبیعتا اسم دالی، سالوادور دالی، و ای آخرش معنی احتمالاً الکترونیک یا چیز این چنینی که روحی جدید داره، دل-ای. و هوش مصنوعی مایکروسافت به اسم بینگ ایمیج جنریتور. اینا چیزایی که لااقل من تست کردم، میدونم که توانایی خیلی بالایی داره. حالا مثلا میدجرنی رو باید اون اشتراکش رو خریداری کرد تا اون قابلیت رو کامل ارائه بده، اما دلی میدونم اینطور نیست، به شکل رایگانم کار میکنن. خیلی هوشمنده، یعنی خیلی تمیزه، خیلی ظریفه.
چون هوش مصنوعی مختلفی وجود داره، وبسایت‌های مختلفی وجود داره، اون ناقصن. برای آرتیست وقتی داره تعریف میکنه اون خطوط تعریف رو مینویسه که تصویری که میخواد بگیره. من دیدم بعضی از هوش‌های مصنوعی خب خیلی انگار که با یه کسی که هنوز هوشش حتی سطح بالا نیست داره مصنوعی معنی واقعا مصنوعیه و مثلا که نمیفهمه. و خیلی وقتا من احساس کردم خود من اگه می‌خواستم تصویر رو بسازم که سریع‌تر می‌ساختم. اما این 2-3 تا سایتی که گفتم و احتمال چیزای دیگه هم هست من با اینا کار کرده و میکنم، میجرنی، دلی و بینگ که مال مایکروسافت هست، اینا خب هوشمنده و رایگانه. نکته جالبه بینگ اینه که رایگانه و خیلی قوی هست. به هر حال نه تشویق میکنم و نه مانع، اما ابزاره، مثل یک ابزار. کما که همینطور که من با ساده ترین ابزار واقعا دوست دارم کار کنم، قلم و جوهر، این برام مهمه، تکنیک مدیوم برام مهمه. همینطوری اتفاق نیفتاده که من فقط با رنگ مشکی و جوهر مشکی و آب کار کنم. این کمینه گرایی برای خود من مهمه که چطور میشود با ساده ترین چیز، مینیمال و کمینه، حداقل کار کرد، که البته آسون نیست الزاماً، ولی این جذابیت برای من. بنابراین خود ابزار مهمه حتی که ساده باشه. بنابراین ابزار پیچیده رو هم باید تست کرد و ببینیم که تا کجا بهمون مرز خلاقیت میده. قطعا به درد میخوره. مرسی بابت وقتی که گذاشتین. و فقط اگر فکر میکنید نکته‌ای در رابطه با آثار رو هنوز مثلا توی سالا بهش نرسیدیم بهمون بگید. چیز خاصی به نظرم نمیاد. ممنون از شما و دوستان دستم در کاران.